عمرن اگه میدونستی که داخل گوشید یه قابلیت خیلی خفن داره، بیا اینجا وارد تنظیمات گوشید شو، بیا پایین، برو تو قسمت مراقبت از دستگاه، بیا انتها حالت نگهداری رو بزن، روشن کردن رو بزن و شروع مجدد هم بزن. بعد از اینکه شروع مجدد رو زدی، بعد از 2 دقیقه یه همچین صفحه میاد، گوشید از اول میاد بالا، این پایین نوشته حالت نگهداری. این واسه که موقعی که گوشی رو می‌خوای بدی دست یه نفر یا بدی تعمیرگاه واسه گوشی رو تعمیر کنن و بهشون اعتماد نداری، با این حالت نه عکسی نه فیلمی نه شماره تلفنی هیچی داخل تلفنت نمیمونه. برای خروجش هم بیا اینجا من نشون بدم، گالریم خالیه، مخاطب هیچی داخلش سیو ندارم. واسه خروج از این حالت هم از این بالا میکشی پایین پنجره رو، اینو روش ضربه میزنی، خروج رو میزنی، شروع مجدد، رمز گوشیت رو وارد میکنی، از اون حالت خارج میشی. این ویدیو رو هم حتما رو گوشیت سیوش کن، واسه رفیقات به اشتراک بذار که خیلی مهمه. پیجمون هم فالو داشته باش.